ها شدی. تو سال اژدها تو ژاپن فئودالی دقیقاً تو بوکایاشیما هستی، یعنی امارت یه سامورایی. بزرگی خونتون نشون میده بابا چه رتبه‌ای داره. خونه عین قبرستون ساکته، حتی ریزترین صدا هم بی احترامی حساب میشه. یه لحظه هم نیست که ندونی باید چی کار کنی، چون کل زندگیت از قبل برنامه‌ریزی شده. جای اسباب بازی با بوکن شمشیر چوبی بزرگ میشی. جای لالایی هم اصول بوشیدو رو یاد میگیری. وفاداری، احترام، نظم و زندگی با شرافت. اینا اصل کارن. 5 سالته. وقتی بقیه دارن سنگ پرت میکنن و بازی میکنن، تو داری یاد میگیری ساعتها روی زانوهات ثابت وایسی. تفریح برات یعنی ساعتها مدیتیشن کردن. دور برات پر از عوده. بینیت میخوره، ولی بابا بیخیال عطسه کردن. چون ممکنه شرافتت رو از دست بدی. حتی اگه به یه چیزی اشتباه نگاه کنی، ممکنه آبروت بره. 6 سالته. مراسم کوتاهی مو داری. دیگه بچه نیستی، یه سامورایی کوچولویی. اون گره بالای سرت و اون هاکامایی که تنت هست. راه رفتن و خوب به نظر اومدن یکم سخته. ولی شک نکن که خیلی کولی. دوجو 7 سالته. دیگه خونه‌ای در کار نیست. خونه جدیدت اینجاست. نه خبری از تخت نرمه، نه بازی. فقط سختی. اولین درست اینه که یاد بگیری چطوری بشینی، ولی نه یه نشستن معمولی. ساعتها باید بدون حرکت باشی. باید ثابت وایسی. اگه پاهات خواب رفت و یه تکون کوچیک خوردی، جریمه میشی. اولین شمشیرت بوکن چوبی بود. باید ساعتها توی دستت نگهش داری. اگه یه لحظه از دستت بیفته، تنبیه شدی. سنسه داره یه چیزایی بهت میگه. نتونستی جواب سوالشو بدی، بازم تنبیهی. اما میدونی تنبیه ها چطوری هن؟ اگه یکی رو نتونی انجام بدی، باید اون یکی رو بکشی. شمشیر رو انداختی، باید ساعتها ثابت بشینی. پاد خواب رفت، حالا باید شمشیر رو حمل کنی. خلاصه که باید بدون آبروریزی نظم رو رعایت کنی. سخت‌ترین قسمت دوجو هم وقتی شروع میشه که زمستون میاد. زمین یخ میزنه، ولی حتی اگه یخ هم بشی، باید باز هم مدیتیشن کنی. رسیدی به 13 سالگی. هنوز استراحتی نداری، ولی دیگه میتونی ساعتها بدون اینکه بلند شی مدیتیشن کنی و شمشیر چوبی رو هم بدون افتادن تو دستت نگه داری. اما حالا یه شمشیر واقعی داری. اولین باری که کاتا شمشیر بازی رو تمرین میکنی، دستت رو میباری. ولی این بار سنست فکر نمیکنه که اشتباه کرده باشی. فکر میکنه با شمشیر پیوند خونی برقرار کردی. تنها چیزی که تو بهش فکر میکنی اینی که دردات رو بروز ندی. بعدش میری سراغ تیراندازی، ولی نه یه تیراندازی ساده، تیراندازی سواره. سنست دوباره بهت میگه با اسبت یکی شو و محکم باش. یکی شو و حاکم باش. اوه چه بزرگ شدی. توی مراسم گنپوکو ورودی به بزرگسالی هستی. اولین زرهت رو پوشیدی، ولی حس آیرون رو اصلا بهت نمیده. نشستن با این زره غیر ممکنه و بلند شدن هم خودش موفقیت بزرگه. راستی یه اسم جدید هم داری، یه اسمی که به شرافت و وفاداری ربط داره. مثلا سامورایی اونسادا. اولین نبردت یه دوئل الکی نیست، یه جنگ واقعیه. خاک و خون قاطی میشه. اون تکنیک‌های خفنی که یاد گرفته بودی یهو از یادت میره. تو حریفت از تو گنده‌تر و با تجربه تره، ولی تو گرسنه‌تر و وحشی تری. اولین ضربه رو تو میزنی و اولین نبرد واقعی رو میبری. دستت میلرزه ولی نگاهت یخ زده است، چون واسه یه سامورایی نشون دادن ضعف یعنی از دست دادن کل شرف. به به، سن ازدواج شد. دارن عروسیت رو برگزار میکنن. اینم یه جوری اتحاد سیاسیه. کلن همه چی یکم لوس بازی سیاسیه. یه خبر خوب دارم، یه خبر بد. خبر خوب اینه که زنت استاد ناگیناتا است. نوعی نیزه هست. و خبر بدم اینه که زنت استاد ناگیناتا است. یعنی باید ازش بترسی. زمان میگذره، دوئل ها رو میبری، یه جنگ ها شرکت میکنی. همه چی داشت طبق برنامه پیش میرفت که یه روزی میشنوی به سنست دستور سپاکا خودکشی شرافتمندانه دادن، چون یه آدم بی اخلاق رو سر جای خودش نشونده بود. این داستان تو رو یه رونین کرد، یه سامورایی آواره و بی‌ارباب. ولی تو و اون 46 نفر دیگه که زیر دست سنست بودین قسم انتقام خوردین. انتقام گرفتن اصلا آسون نبود، ولی الان فقط یه هدف دارین: برگردوندن شرافت اربابتون. 2 سال تمام برنامه‌ریزی کردین. بعضیاتون قیافه قده ها رو گرفتین، بعضیاتون کارگر شدین و از خانواده هاتون دور موندین. همه فکر می‌کردن شما ترسو هستین، ولی شما فقط صبر کردین. بالاخره وقتش رسید. توی یه هوای برفی ریختن سر امارت دشمنتون. دونه دونه نگهبان‌ها رو رد کردین و اون مردی که باعث مرگ اربابتون شده بود رو کشتین. فرار نکردین، برعکسش تسلیم شدین. شوگان حاکم دولت این کار شما را خیانت ندونست. تصمیم گرفت این نشونه وفاداریه، ولی بازم به تو و 46 سامورایی دیگه دستور سپاکو داده شد. شما 47 رونین، همه با شرافت مردین.
درود بر شما و خدایان شما.